ثابت است که ابو زید عمرو بن اخطاب رضی الله عنه میگوید که صلی بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم الفجر و صعد المنبر. یک روز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی ما نماز بامداد خواندند و به بالای منبر برآمدند. ببینید، بامداد خواندند و به بالای منبر برآمدند. فخطبنا حتی حضرت الظهر. ما را خطبه کردند، برای ما از شریعت رسانیدن حتی وقت نماز پیشین شد. ببینید، فنزل فصلى، فرا آمدند و نماز پیشین خواندند. ثم صعد المنبر، سپس به بالای منبر برآمدند بعد خواندن نماز پیشین. فخطبنا حتی حضرت العصر، پس ما را خطبه کردند حتی وقتی نماز عصر شد. ثم نزل، ثانی فرا آمدند و فصلى، نماز عصر را خواندند. ثم صعد المنبر، سپس به بالای منبر برآمدند. فخطبنا حتی غربت الشمس، پس ما را خطبه کردند حتی آفتاب غروب کرد. یعنی تا نماز شام، از نماز بامداد تا نماز شام خطبه کردند. فاخبرنا بما کان و بما هو کائن، برای ما خبر دادند از آن چیزهایی که بود و از آن چیزهایی که می شود. از ابتدا سر کردند. عن اول هذا الامر، الله تعالی بود، همراهی و دیگر چیزی نبود، عرش او در بالای آب بود. همین گونه از ابتدای تاریخ دنیا شروع کردن تا قیامت، تا مردمی اهل جنت به جنت در آمدن و تا اهل دوزخ به دوزخ در آمده شدن برای ما صحبت کردند. فاعلمنا احفظنا، عالمترین ما حافظترین ما هست. کسی که همین سخنهای حفظ کرد و عالمترین ما بود. ببینید فضیلت حفظ را.